سلام، من ستاره نصیری‌فر هستم از داوطلبان 1404 کارگاه نکته و تست معماری منظر استاد باران صدر موسوی. وقتی این کارگاه رو شرکت کردیم، قبلش منابع و جزئیاتی که استاد از کتاب‌ها و منابع مختلف خلاصه و جمع‌آوری کرده بودن در اختیار ما قرار دادن و با برنامه‌ریزی استاد صدر موسوی این منابع رو ما کامل مطالعه کردیم. کلاس های کارگاه نکته و تست هم معمولا از صبح تا شبه و توی این کلاس ها همه مطالب از 0 تا 100 کامل توضیح داده میشن، همه مبحث ها کامل گفته میشن. هر سوالی هم که برای ما در حین تدریس به وجود بیاد همون لحظه از استاد میپرسیم و استاد کاملا برای ما همه چیز رو توضیح میدن تا خیالشون راحت نشه که ما اون مطلب رو یاد گرفتیم نمیرن مطلب بعدی. همه موضوعاتی که توی روز تدریس میکنن انقدر توی همون روز برای ما تکرار و تمرین میکنن و انقدر ازمون پرسش و پاسخ میکنن که ما قشنگ همه مطالب رو یاد بگیریم، با اینکه حجم مطالب هر روز خیلی خیلی زیاده و گاهی ما خودمون انقدر خسته میشیم که میگیم استاد تموم کنن تدریس رو، ولی استاد اصرار دارن که همون روز باید اون مطالب تموم بشه و تا تمامش نکنن نمیرن مطالب بعدی یا نمیذارن که برای جلسه بعد بمونه. خود استاد باران صدر موسوی هم انقدر خوش اخلاق و مهربون هستن و هر سوالی که ما میپرسیم رو با حوصله جواب میدن. خیلی زمان تدریس رو برای ما لذت بخش و شیرین میکنن. کاملا هم برای ما مشاور هستن و هم استادن، هم بهمون میگن که چه منابع و چه جزوه هایی رو بخونیم و هم بهمون تدریس میکنن. انقدر که زبونشون هم گویاست و همه چیز رو ساده و خلاصه توضیح میدن، هر کسی میتونه همه مطالب رو کامل و درست یاد بگیره.